بعد از اینکه وینی ویدیوهای بلایندد رو ساخت و یه بازی خفنی گرفت، خیلی از یوتیوبرهای بزرگمون حالا قصد دارن اینجور ویدیوهایی بسازن و یوتیوب فارسی رو ارتقا بدن. مثلا پوتک یه استوری گذاشت و گفت بچه‌های تورنتو، میخوام یه حرکتی بزنم که نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. 2 تا دختر و 2 تا پسر، یه گروه 5 نفره با خودم. دایرکت بهم پیام بدین اگه سه شرایط زیر رو دارید. 1. اصلا صفحات مجازی براتون مهم نیست و عکسی از زندگی روزانه خودتون نمیذارید. 2. قصد برگشت به ایران ندارید. 3. دهنبین نیستید و حرف بقیه براتون مهم نیست. فرشاد سایلنت خبر از ساخت یک ویدیو رو میده که بلایندد نیست، اما یه چیز تو همه مایا و مخزنی هست. بذارید اول توضیحات فرشاد راجع به ویدیوش بشنویم. یه چالش باحال ولی کاملا متفاوت. شاید فکر کنی که بلایند دیته ولی اصلا اینطوری نیست. اسم این چالش از تیندر این ریل لایف یا همون برنامه دوستیابی اما تو دنیای واقعی. چالش از این قراره که آقایون باید توی 5 تا 10 ثانیه با یه جمله مخزنی کوتاه دل خانوما رو به دست بیارن. مردم به این قضیه واکنش خوبی نشون ندادند و شدیداً توی کامنت‌ها به فرشاد توهین کردند. بریم چند تا کامنت بخونیم. یه وینی معذرت. ایده جدید که ندارید مجبورید از جای دیگه تقلید کنید. اسکی رفتن یوتیوبرها شروع شد. اسکی برو فرشاد جون. فکر کن بعدش فیلم فرشاد بیاد بیرون. به پا وینی هم نمیرسید. فرشاد جان چرا آخه کپی میکنید؟ خب یه ایده خودت بساز. برف کجا هست؟ بریم اسکی. ولی با اینکه ویدیو شبیه بلایند دیت وینی نیست، بازم مردم از گذاشتن این کامنت ها دست بر نمیدارن. حالا بریم یه تیکه از ویدیوی فرشاد رو ببینیم. یه کاری بکن، مثلا برقص، تناب بزن. ولی اعتماد به نفست خیلی بالا. بگو من میتونم تو رو مثل توپ بسکت نمیدونم. اوه بابا مگه میشه آخه همچین چیزی؟ سلام. سم هستم. یه خرشم میشه دور بزنید؟ شما باید دور بزنید. اوه نه کدوم؟ همونطور که میبینید زیاد شباهت خاصی به بلایند دیت وینی ندارد و کاملا فرق داره. قضاوت با شما. به نظرتون فرشاد از وینی اسکی رفته یا نه؟ حتما توی کامنت ها بنویسید. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشم که ویدیو منو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.